مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظیم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه الگوهای هدایت شما را خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون وصایای سیدنا ابوبکر صدیق اشارات داشتیم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای امت اسلامی و برای سربازان راه حق وصایای نمودن که هر یک اگر انسان جامعه عمل بپوشانه، واقعا آنها را برای خود سرمشق قرار بده، از همه منجلاب و بدبختی ها نجات پیدا میکنه. در طوری که اشاره کردیم که 20 وصیت وصایای زیاد دارن، 20 وصیتشان را بیان میکنیم، در وصیت 12 رسیده بودیم. سیدنا ابوبکر صدیق اشاره میفرمایند که توجه به حراست و پاسبانی از مردم و به کارگیری پاسبانان توانمند، اشاره میکنن که متوجه حراست و پاسداری و پاسبانی از مردم باشید و به کارگیری پاسبانان توانمند تلاش بورزید. یعنی ادامه میفرمایند تا جامعه از خطرات احتمالی محفوظ بمانه. خیلی نکته مهمیه. یعنی افرادی که از مردم و از جامعه حراست میکنن باید توانمند باشن. توانمند چگونه؟ توانمند جسمی و روحی باشن. باید جسمن هم توانمند باشن، فکرن هم توانمند باشن، روحن توانمند باشن، انسانهای متقی و پرهیزگار باشن، انسانهای باشن که به تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند که دو چشم به عذاب الهی نمی افتد، یعنی دو چشم آتش جهنم را نمی بیند. کدام این دو چشم؟ این چشم ها از کیست؟ یک چشم که از خشیت الهی و از ترس الهی قطران اشک را بریزاند، نیمه شبی نیمه روزی اشک بریزاند از ترس الله سبحانه و تعالی. این چشمی که از ترس الله بگرید به جهنم نمی افتد. دوم چشمی که
از مرزهای مسلمین حراست و پاسداری دارد. چشم با تقوا و پرهیزگار خواب نمی شود تا دیگران بخوابن آرام، دیگران آرام زندگی کنن، در امن زندگی کنن. این چشم از کینه؟ از سرباز رای حق، سربازی که عشق و علاقش به ذات اقدس الهی باشه و متوجه باشه و از حراست و او مرزهای مسلمین درست و صحیح حراست و پاسداری و پاسبانی داشته باشه. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند که متوجه باشید که وقتی که افراد به خاطر پاسبانی و به خاطر پاسداری و به خاطر حراست اونها را تعیین میکنید، انسانهای توانمند باشند، انسانهای توانمند، توانمندی از روی تقوا، پرهیزگاری جسمی، روحی، فکری، توانمند باشند. پس وقت سربازان راه حق انسانهای توانمندی بود، جامعه در صلح و صفا و صمیمیت و آرامش روان می شود. 13، هر مسئولی متوجه باشد نه چندان نرمی کند که بر او دلیر شوند و نه چندان درشتی نماید که از او متنفر گردند. یعنی وقتی حرکت میکنه موافق به کتاب الله و سنت رسول الله باشه، متوجه باشه. اگر چنان سختگیر باشه از او متنفر میشن. سختگیری که از حد گذشته باشه، سختگیری هایی که مخالف قرآن و حدیث باشه، جامعه متنفر میشه. و همچنین نرمی هایی که از حد بگذره، جامعه برو چی میشن؟ برو دلیر میشن. چقدر نکته مهمی. هر مسئولی که در هر مسئولیتی هست این نکته متوجه باشه که سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند نه چندان مسئولین نه چندان نرمی کند، یک مسئول نه چندان نرمی کند که بر او دلیر شوند. دیگران اگر خیلی نرمی کنه دیگران بر او دلیر میشن، شجاعت پیدا میکنن، گستاخ میشن، در مقابلش میستن و بالاخره فلان و فلان. و نه چندان هم درشتی کنه که بالاخره از او متنفر بشن. پس یک مسئول دلسوز، مسئول که واقعا بخواهد رضایت خدا و پیامبر و رعیت خود را به دست بیاره، موافق به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنه. 14، سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند هر مسئولی در حیطه مسئولیتش کاملا آگاه باشه. وقتی که مسئولیت داره در هر بخشی که هست، ما وقتی مسئولین میگیم مدیر مکتب را هم شامله، مدیر مدرسه را هم شامله، ارباب منطقه و قریه را هم شامله. گفتیم که از رئیس جمهور تا سرپرست خانه، تا کسی که سرپرستی در یک خانواده داره، مردی که در یک خانواده مسئولیت داره او هم باید متوجه این وصایا باشه. میفرمایند هر مسئولی در حیطه مسئولیتش به اون اندازه‌ای که مسئولیت داره، رئیس جمهور به اندازه مسئولیتش، وزیر، وکیل، والی، قماندان، ارباب منطقه تا سرپرست مدیر مکتب و مدرسه، در حیطه مسئولیتش کاملا آگاه باشه. چرا؟ به خاطر چی؟ تا دیگران احساس کنن که کسی هست که به امورشان توجه و رسیدگی میکنه. این خیلی مهمه. مسئول وقتی که به رعیت خود، به زیر دستان خود پرسان بکنه که تو فلان روز این کار نیک انجام دادی، این مکافات، این کار بد انجام دادی، این مجازات، رعیت متوجه میشن که ما یک مسئول دلسوز داریم، متوجه ما هست، متوجه نشست ما، برخاست ما، حرکات ما، معاملات ما و بالاخره همه اینها. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند هر مسئولی باید از رعیت خود واقف باشه. هر مسئولی در حیطه مسئولیتش کاملا باید آگاه باشه. خیلی نکته مهمی است. امروز بسیاری از مسئولین رعیت خود فراموش کردن.
نمیدانن که من مسئولم، من رئیس جمهورم، من وزیرم، من فلانم، من فلانم، من فلان. زیر دست من رعیت قرار داره. اگر اینها گرسنه باشن خدا میپرسه، اگر اینها اسرافکار باشن خدا میپرسه، اگر اینها بیراعه برن خدا میپرسه، اگر اینها به فساد کشاندشن خدا میپرسه و بالاخره همه اینها. پس مسئول در قبال مسئولیتش مسئوله که از رعیت خود و از زیر دستان خود واقف باشه. 15 مسئولان باید افراد با خدا و اندیشمند و صاحب نظر و متعهد با اینها چه کار باشن؟ نشست و برخاست داشته باشن. هر مسئولی در هر جا که مسئولیت داره همنشین با خدا داشته باشه. یک، همنشین اندیشمند با خدا و صاحب نظر و متعهد با اینها نشست و برخاست داشته باشه. چون نشستن با اینها، نشستن با علمای ربانی، نشستن با زهاد، نشستن با، قبلا اشاره کردیم که از سیدنا عمر بن عبدالعزیز اکثر والیها و مسئولین زیر دست زمان سیدنا عمر بن عبدالعزیز حافظان قرآن بودن. اگر وزیر بود، والی بود، قماندان بود و بالاخره اکثریت اونها حافظان قرآن بودن. به این بود که حکومت و نظام نمونه در دنیا قرار گرفت. سیدنا ابوبکر صدیق می‌فرمایند مسئولین، این توصیه سیدنا ابوبکر صدیق، مسئولین همنشین خود را انسانهای با خدا و اندیشمند و با تقوا و پرهیزگار و صاحب نظر متعهد، کسی که متعهد باشه، متدین باشه، با اون نشست و برخاست داشته باشه، اثر آنها بر مسئول تأثیر میگذاره. همنشین خیلی تأثیر میگذاره، خیلی. امروز خیلی از مسئولین ما که به بیراه رفتن، همنشین اونها را به بیراه بردن، همنشین اونها را به گناه و معصیت کشاندن، همنشین اونها را به غفلت و تباهی بردن. همنشین برای مسئولین و برای هر انسانی خیلی مهمه و خیلی نقش داره. 16 فرمانده نظامی مسلمانان باید دلیر و شجاع باشد، به خاطر که اونه که برای لشکر روحیه میده. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند که باید سرلشکر انسان دلیر تعیین بشه، انسان شجاع تعیین بشه. اگر سرلشکر انسان بزدل بود، ترسو بود، انسان سست عنصر بود، این ضعف و زبونی و خاریر به کل لشکر ایجاد میکنه. اگر انسان شجاع و دلیر بود، شجاعت برای کل سپاه درس میده. این توصیه سیدنا ابوبکر صدیق. مسئولین باید متوجه باشن، اونهایی که رئیس جمهورن، اونهایی که وزیرن، اونهایی که در عرصه مثلا وزارت دفاع قرار دارن، وزارت داخله قرار دارن، اینها باید این وظیفه رو متوجه باشن که وقتی که سرلشکر تعیین میشه انسان دنیا پرست نباشه. دنیا پرست بود فوراً وطن و کشور رو میده بر بیگانه ها. انسان سست عنصر و زبون و خار بود فوراً لشکر خار میکنه، ذلیل میکنه، ضعیف میکنه. سرلشکر باید انسان قوی باشه، انسان متعهد باشه، انسان متقی باشه، انسان پرهیزگار باشه. به اینه که سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند فرمانده نظامی مسلمان ها باید دلیر و شجاع باشه. چرا؟ چون این دلیر و این شجاعت و این دلاوری تأثیر میگذاره بر روحیه لشکر. اگر فرمانده قوی بود لشکر قوی هست، اگر فرمانده ضعیف بود لشکر به ضعف و سستی میکشانه. انشاءالله متباقی وصایای سیدنا ابوبکر صدیق بعد از یک میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا وادی قدید است،
130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند. ما در وصال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم داد. خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در ادامه وصایای سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار داریم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه از جمله وصایای دیگرشان که در شماره 17 رسیدیم این است که می‌فرمایند مسئولان اداری، قبلا اشاره کردن فرمانده نظامی یا در بخش نظامی توصیه سیدنا ابوبکر صدیق بود، در این اشاره میکنن و میفرمایند مسئولان اداری همواره باید از منفعت طلبی های شخصی در انجام مسئولیت ها و وظایفشان خودداری کنند. خیلی نکته مهم. چرا؟ به خاطر چی؟ مثال بیان میکنن به طور مثال در وقت مسئولیت هدیه قبول نکنن. مسئولین اداری از او جایگاه و او منصب و او چوکی که قرار دارن منفعت طلبی نباشه، منفعت شخصی و بالاخره استفاده نشه. مثال بیان میکنن به طور مثال در وقت مسئولیت هدیه قبول نکنن. به خاطر چی هدیه قبول نکنن؟ چون از این هدیه بوی رشوت می آید. الله اکبر، الله اکبر. ابوبکر شدن، عمر شدن، عثمان شدن، علی شدن رضوان الله علیهم اجمعین کار آسانی نیست. مسئولین امروزی بر علاوه که هدیه کو بحثی که رشوت را به عنوان هدیه میگیرن، لعنت خدا و پیامبر بر خود میخرن. خیلی کار سختیه که میفرمایند مسئولین اداری نباید از او چوکی که نشسته‌اند، از او منصبی که قرار دارن منفعت طلبی و کارهای شخصی و بالاخره هدیه و اینها رو بپذیرن، به خاطر که از این هدیه بوی رشوت می آید. سیدنا ابوبکر صدیق مسئولین اداری رو متوجه می سازن که متوجه باشید که این قضیه به نفع شما نیست هدیه بگیرید. چرا هدیه؟ پس بناهن در اینجا سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند مسئولان اداری همواره باید از منفعت طلبی های شخصی در انجام مسئولیت ها و وظایفشان خودداری کنند، که اگر کسی برایشان هدیه میدهد این هدیه در وقتی که در منصب و چوکی و قدرت نشسته نگیرن. درست رشوت نیست ولی از این هدیه بوی رشوت به مشام میرسد. 18 میفرمایند مسئولین خیانت نکنن. هر کس که در هر چوکی قرار داره، رئیس جمهور، وزیر، والی، قماندان، ارباب منطقه، مدیر مکتب و مدرسه، هر چی که هست، هر مسئولی که هست، مسئولین خیانت نکنن به ملت خود. اگر خیانت کردن نتیجه چی می شود؟ چون خیانت مایه فقر و نصرت الهی دور میکنه. هر مسئولی که به رعیت و زیر دستان خود خیانت کنه
نتیجه خیانت فقره، بدبختیه، فلاکته، خاری، زبونی. و فقر و خاری و زبونی که آمد، نصرت الهی دور میشه. نصرت الهی که دور شد، دشمن بر سر امت اسلامی غالب میشه. پس مسئولین نباید خیانت کنن. الله سبحانه و تعالی میفرماید والله لا يحب الخائنین. الله سبحانه و تعالی خیانتکار را دوست ندارد. به هر منصبی که هستی اگر خیانت کردی، خدا تو را دوست ندارد، محبوب الله نیستی. که الله سبحانه و تعالی به مسئولین ما توفیق خدمت بدهد. و او کسی که به ملت خود خیانت کنه، در حقیقت به ملت خیانت نکرده، به خود خیانت کرده، به خود ظلم کرده. در صحرای محشر، آن روزی که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، خیانت یک ظلمه. کسی که خیانت کنه ظلم کرده. و الله سبحانه و تعالی میفرمایه که روز قیامت روزیه که نفع نمیرسونه برای ظالمین معذرت اونها. اونهایی که خیانت کردن امروز از ملت ها معذرت بخواهن، پوزش بخواهن، بگن که ما خیانت کردیم به شما، ما را ببخشید. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند مسئولین خیانت نکنن، که نتیجه خیانت اینه که چون خیانت مایه فقر و ذلت و خاری و زبونی آمد، نصرت الهی دور میشه. نصرت الهی دور شد، امت اسلامی مغلوب می شود و دشمن غالب می شود. خیانت ها زیاد شده که امروز امت اسلامی به مشکلات گوناگونی دچار شدن. 19 حضرت ابوبکر صدیق به همه گفتن متوجه باشید، متوجه باشید، چی مسئولی، چی رعیتی، چی بالاخره به همه اشاره کردن. فرمودن که متوجه باشید کسی که بدون توشه وارد قبر میشه، یعنی بدون اعمال صالحه وارد قبر میشه، وقتی از دنیا میره اعمال صالحه نداره، توشه درست و صحیح نداره، این مانند کسیه که بدون کشتی وارد دریا میشه. بدون کشتی وارد دریا شده است. دریا و بحری که چقدر موجهای عجیب و غریب داره و چقدر عمق داره، انسانی که بدون توشه وارد قبر شود مثل اینه که بدون کشتی وارد دریا شده. یعنی چی؟ یعنی در هلاکته. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند که متوجه توشه آخرت باشید. چی مسئولید، چی غیر مسئولید، چی پادشاهی، چی رعیتی، چی آمیری، چی معموری، چی فقیری و چی غنی، چی زنی و چی مردی، چی عربی و چی عجمی. متوجه توشه باش که در قبر فقط راه نجات توشه هست. توشه چی؟ یعنی اعمال صالحه. نه حکومت به درد انسان میخوره، نه نظام، نه ارتش، نه پول، نه سرمایه. و بالاخره از همه اینها، از ارتش و نظام و پول و سرمایه و قدرت و علم و از اینها، اگر تانستیم اینها رو وسیله توشه برای آخرت خود ساختیم، خیلی خوب. اگر نساختیم اینها یک فایده نمی کند. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند توشه آخرت داشته باشید که در قبر و حشر فقط اعمال صالحه است که به درد شما میخورد. وصیت 20 از وصایای سیدنا ابوبکر صدیق این هست که حضرت ابوبکر صدیق در وقت بیماری خود فرمودند شما حال بیمار را میبینید و میدانید که وضعم خوب نیست و فرمودند گمان میکنم که از اثر این بیماری من از دنیا بروم، ولی هر کسی را میخواهید به عنوان امیر تعیین کنید. اگر این کار را در زندگانیم و در حیاتم انجام دهید بهتر است تا اینکه دچار اختلاف نشوید. این وصیت سیدنا ابوبکر صدیق بود که در حال بیماری وصیت نمودند که امیر مسلمان ها و جانشین سیدنا ابوبکر صدیق تعیین شود.
قبل از اینکه اشاره به بیماری سیدنا ابوبکر صدیق داشته باشیم، خلاصه ای از این وصایای سیدنا ابوبکر صدیق 20 را به طور خلاصه و فشرده اشاره میکنیم. سیدنا ابوبکر صدیق وصیت فرمودن که پستها و منصبها حق ثابت و همیشگی صاحب منصبان و مسئولان نیست. هر کس باید نظر به لیاقت و شایستگی مسئول شود. دوم، تقوا مهمترین عامل موفقیت هست. باید انسانها متقی باشند، خصوصا مسئولین. سوم، پرهیز از تعصب قبیله‌ای و دوری از قوم و قومگرایی، که اگر قوم و قومگرایی بود امت اسلامی به انحراف کشانده میشن، از راه حق دور میشن. چهارم، همواره باید که کوتاه و مختصر حرف زد تا اینکه از قول کاسته شود، به عمل پرداخته شود و امت اسلامی از این مشکلات نجات پیدا کنند. پنجم، اگر مسئولان شایسته باشند باید به عیوب همدیگر بپردازند و عیوب همدیگر بیان کنند و عیوب همدیگر متوجه بسازند، نه اینکه خدای نخواسته عیوب همدیگر به شکل تعرض اینها باشه، بلکه مسئولین وقتی کنار همدیگر قرار میگیرن، والیها، وزرا و بالاخره اینها باید عیوب همدیگر، مشکلات همدیگر با همدیگر مطرح کنن تا اینکه مسئولین اصلاح شوند. مسئولین اصلاح شدن جامعه اسلامی شود. ششم، فرمودن نمازهایتان را درست و کامل ادا نمایید که مشکلاتتان حل شود. هفتم، استقبال محترمانه از قاصدان دشمن تا اینکه به ارزش‌های اسلامی دشمن پی ببرد. هشتم، رازداری و عدم افشای اطلاعات و اسرار نظامی یکی از نکات مورد تأکید سیدنا ابوبکر صدیق بود. نهم، انسان فرزانه با دیگرگونی اوضاع دست و پاچه نمی شود، مانند کوه ثابت قدم هست. دهم، مشورت در کارها با اهل خرد باشد. یازدهم، هر مسئولی باید با طبقات مختلف مردم که در قبالشان مسئولیت دارد نشست و برخاست داشته باشد. دوازدهم، توجه به حراست و پاسبانی از مردم و به کارگیری پاسبانان توانمند تا جامعه از خطرات احتمالی محفوظ بماند. سیزدهم، هر مسئولی متوجه باشد، نه چندان نرمی کند که به او دلیر شوند و نه چندان درشتی نماید که از او متنفر گردند، یعنی موافق به کتاب الله و سنت رسول الله عمل نماید. چهاردهم، هر مسئولی در حیطه مسئولیتش کاملا آگاه باشد تا دیگران احساس کنند که کسی هست که به امورشان توجه می کند. شانزدهم، فرمانده نظامی مسلمانان. پانزدهم، مسئولان باید با افراد با خدا و اندیشمند و صاحب نظر و متعهد نشست و برخاست داشته باشند. شانزدهم، فرمانده نظامی مسلمانان باید دلیر و شجاع باشد، چون آن است که به دیگران و به لشکر روحیه میدهد. هفدهم، مسئولان اداری همواره باید از منفعت طلبی های شخصی در انجام مسئولیت ها و وظایفشان خودداری کنند. به طور مثال در وقت مسئولیت هدیه را قبول نکنند، چون از آن بوی رشوت می آید. هجدهم، مسئولین خیانت نکنند به ملت خود، چون خیانت مایه فقر است و نصرت الهی را دور می سازد. 19 حضرت ابوبکر صدیق به همه گفتند متوجه باشید کسی که بدون توشه وارد قبر شود مانند کسی است که بدون کشتی وارد دریا شده است. 20 حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در وقت بیماری وصیت فرمودند که من مریضم و از اثر این مریضی از دنیا میروم، هر کسی را میخواهید به عنوان امیر و به عنوان جانشین شما تعیین کنید، این کار را در حیات من انجام دهید تا اینکه بعد از من دچار اختلاف نشوید. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون وصایای سیدنا ابوبکر صدیق برای مسئولین و برای سربازان رای حق و برای همه امت اسلامی بود. بیماری سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حضرت ابوبکر صدیق در ماه جمادی الاخر در سال 13 هجری به شدت مریض شدن. وقتی که مریض شدن فرمودن از اثر این بیماری من از دنیا میروم و شما متوجه امیر و متوجه کسی باشید که سرپرستی امت اسلامی و به عنوان زعیم و به عنوان
خلاصه جانشین من قرار بگیرد. سیدنا ابوبکر صدیق فرمودن شما کسانی که با من بیعت کردید وقتی مرگ به سراغ من بیاید این بیعت برداشته می شود، شما نیاز دارید که به فرد دیگری بیعت کنید. سیدنا ابوبکر صدیق صدا کردن او بزرگان صحابه، انصار و مهاجرین، با آنها مشورت کردند و بعد از مشورت گفتن شما نیازمند امیر هستید، شما باید به خود امیر تعیین کنید، شما باید به فکر این باشید که امیر داشته باشید. رفتن صحابه مشورت کردن. در بین صحابه خب طبعا گفتگو صورت گرفت، انصار هست، مهاجرین هست و بالاخره کی تعیین بشه، قضیه بسیار قضیه مهمی هست. وقتی که انصار و مهاجرین و بزرگان صحابه متوجه شدن که کمتر به یک نتیجه میرسن، یکی بگه فلان و یکی بگه فلان و بالاخره همه جایگاه و منصب و او فضائل سیدنا ابوبکر صدیق رو میدانستن و فکر و او درایت سیدنا ابوبکر صدیق. آمدن به محضر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن که ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو از همه ما ذکیتر، هوشیارتر، داناتر، عالمتر، زاهدتر و احوال مسلمین را هم بهترتر میدانی. این قضیه فقط ما به این نتیجه رسیدیم که انتخاب به دوش خود شما باشد. کبار صحابه، بزرگان صحابه این قضیه برای سیدنا ابوبکر صدیق گذاشتن. سیدنا ابوبکر صدیق مهلت خواستن، گفتن شما برای من مهلت بدهید، شما مهلت بدهید تا اینکه من به این قضیه فکر بکنم. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که مهلت خواستن چند نفر از صحابه خواستن، از آنها پرسان کردن. سیدنا ابوبکر صدیق عبدالرحمن ابن عوف احضار نمودن و بعدا درباره حضرت عمر پرسیدن که ارتباط به عمر چی میگویی؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما فضائل عمر را بهتر میدانید، جایگاه عمر و او فضیلت و عظمت عمر شما بهتر میدانید. عبدالرحمن ابن عوف جایگاه و عظمت سیدنا عمر را بیان میکند. حضرت ابوبکر صدیق با دیگر صحابه مشورت میکنن، حضرت عثمان حتی صدا میکنن، نسبت به حضرت عمر پرسان میکنن. به این نتیجه سیدنا ابوبکر صدیق میرسن که بعد از خود غیر از عمر دیگر کسی نیست که این لیاقت و شایستگی را داشته باشد. غیر از عمر دیگر کسی نمیتواند این مسئولیت را بعد از صدیق اکبر به دوش بگیرد. حتی برای حضرت عثمان میگن که ای عثمان متوجه باشید که اگر عمر قبول نکرد، اول کوشش میکنم که قبول کند، اگر قبول نکرد بعد از عمر تو خواهد بودی، این را متوجه باش. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر را حاضر میکنن و بعد میگن که ای عمر این مسئولیت به دوش تو خواهد بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه ای ابوبکر این مسئولیت عظیم و بزرگ را بر دوش من نگذار، من قبول نمی کنم. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبول نمی کنن، حضرت ابوبکر صدیق در تاریخ و در روایات در اینها می آورد که با شمشیر عمر را تهدید می کند که این مسئولیت فقط خاصه توست، کس دیگری در این شرایط نمی تواند این مسئولیت را به دوش بگیرد. به این است که سیدنا عمر فاروق به عنوان خلیفه مسلمان ها تعیین می شود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چنان مریضیشان شدت می گیرد که مدت 15
15 روز به مسجد رفتن نتوانستند و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به مردم امامت میدادند و مردم نماز میدادند. حضرت ابوبکر صدیق در حالت مریضی که قرار داشتن فرمودند ببینید که مال و دارایی من، در مال و دارایی من چه چیز افزوده شده. او چیزی که در مال و دارایی من افزوده شده او را برگردانید به جانشین من، به بالاخره به فاروق اعظم، به حضرت عمر، تا اینکه به بیت المال تسلیم کند. وقتی که سرمایه سیدنا ابوبکر صدیق نگاه میکنن که چیست که باید به بیت المال برگرده، یک غلام هست، یک غلام سیاه پوست و یک شتر، و بعضی اقوال هم می آورد که همان قدیفه‌ای که یا به اصطلاح دسمالی که اونها بر سر داشتن او را هم گذاشتن، گفتن این هم از بیت المال هست، اینها رد بشه و مسترد بشه. وقتی که غلام و شتر و بالاخره این قدیفه، وقتی که سیدنا عمر فاروق این حالت را میبینه، حضرت عمر چی میفرمایند؟ خدا ابوبکر را رحمت کند. حضرت عمر گریه میکند هنگامی که اینها را به بیت المال رد میکنه و مسترد میکنه و بیت المال تقدیم میکنه. میگه خدا ابوبکر را رحمت کند که چه کار کرده؟ که آنهایی که بعد از او عهدهدار این مسئولیت میشن اونها را به زحمت انداخته، اونها را به زحمت انداخته. یعنی مسئولین بعد از خود را متوجه میسازد که انسان وقتی از دنیا میره باید پاک بره، انسان وقتی از دنیا میره باید مسئولیت بالاخره در قبال نداشته باشد. خلاصه حضرت ابوبکر صدیق در روزهای که در روز دوشنبه، شب سه‌شنبه، در 22 جمادی الثانی از دنیا تشریف میبرند. خلیفه رسول خدا، یار غار رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که از دنیا تشریف میبرند در همان روز دوشنبه رو به ام المؤمنین عایشه صدیقه و دختر خود میکنند که در کدام روز رسول الله از دنیا رفتن. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی میگن رسول الله در کدام روز از دنیا رفتن، ام المؤمنین میفرمایند در روز دوشنبه. ابوبکر صدیق میگوید امشب چه شب زیبایی است که من هم به لقاء الله میپیوندم. و بعداً کفن رسول الله را پرسان میکنن و چگونگی غسل و اینها را پرسان میکنن. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که لباس کهنه دارن میگن اینها مرا کفن کنید، میگن یا خلیفه رسول الله اینها فرسوده هست، لباس نو میاریم شما را کفن میکنیم. سیدنا ابوبکر صدیق میگن لباس نو با انسانهایی که در زمین میگردن با اونها خوب است. انسانی که به قبر میرود و جسدش از بین میرود چی نیازی به لباس نو دارد؟ ببینید خلیفه رسول خدا را، جانشین رسول خدا را، یار غار رسول خدا را، یار غار، سبحان الله، دارای چی عظمت و چی بزرگی. سیدنا ابوبکر صدیق از دنیا تشریف میبرند. انا لله و انا الیه راجعون. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد تا اینکه بفهمیم و بدانیم و از زندگی این بزرگان درس بگیریم، بشناسیم اصحاب رسول خدا را، بشناسیم خلفاء الراشدین را، بشناسیم اشخاصی که زندگیشان هر لحظه نفسشان بیاد خدا بوده است. خدای تبارک و تعالی روح سیدنا ابوبکر صدیق را با جنت الفردوس، چیز واضح و مسلم است که شاد هست شادتر داشته باشد.
الله سبحانه و تعالی ما را در روز قیامت در کنار سیدنا ابوبکر الصدیق و سایر الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین محشور بدارد. ان شاء الله به برنامه بعدی پیرامون که چی اشخاصی درباره سیدنا ابوبکر الصدیق گریه کردن، خصوصا علی ابن ابی طالب را بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعدی و جلسه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي